بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب اضرار الحزبیه علی الامه الاسلامیه، ضررهای حزب تشکیل کنه و حزبگرایی بر سر امت اسلام. کتاب از آن شیخ علامه ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری حفظه الله تعالی می باشه. الله سبحانه و تعالی این شخص را، شیخ بزرگ را، خودش نگه دارد از دسیسه و از نیرنگ از مکر رافضی ها. درس ما آغاز می‌یابد تحت سخن شیخ، بعد از که یک چند آیت ها را ذکر میکند شیخ. اگر یاد داشتگی باشد، مثلا آخرون آیتی که خواندیم سوره نوح آیتی 21 تا 23 چه خیلی مثال گیریم دور نرفته درباره شیطان ابلیس شیخ نقل کرد و اولین مؤسسی حزب این شیطان بود، هم خیلی است. و شیخ ذکر کرد که حزب رو تشکیل کردن این هم یکی از نمودهای طاغوتی است. گفته همین چیزها را گفت. بارک الله فیکم. خب اکنون آخرون صحبت کردیم درباره نوح پیغمبر که 950 سال دعوت کرد و تمام اسلوب در وقتی دعوت کردن استفاده برد، ولی یعنی که ویها فایده نبردن. ویها را یعنی برای خاطر پیروی از حق شدن همین عصبیت و همین حزب تشکیل کنی و حزبگرایی ایشان را امکانیت نداد که پیرو از حق شوند. بارک الله فیکم. و پیرو از همون حق شوند که وی را و پیغمبرش فرستانیده بود. گفت که الله سبحانه و تعالی قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. همینه خواندیم. اکنون بارک الله فیکم شیخ میفرماد که انظر الآن وجه التعصب والتحزب لأحجار و اصنام. نگاه کن، میگود این طرزی یعنی تعصبگرایی، جانبگرایی و حزبگرایی نسبت سنگ و بتها. فهمیدید؟ اینها نسبت سنگ و بتهایی که غیر از الله عبادت میکردن چنان حزب و حزبگرایی میکردن. الله سبحانه و تعالی در سوره نوح در آیه 23 میفرماد که وقالوا لا تذرن آلهتكم. گفتم یعنی همون قوم نوح گفتن که لا تذرن آلهتكم یعنی لا تتركوا عبادت آلهتكم، با مبادا از پشت دعوت نوح شده معبودان خود را، یعنی عبادت معبودان خود را مبادا ترک نکنید. گفتن دیگه با همین ها هم بین یکدیگر چی تشویقات و ترغیبات داشتن. چیکار میکردن؟ برای خاطر مبادا کدوم یعنی که داده نشود به دعوت حق گویان چی از عرف و عادت و از یعنی که بدعت و خرافات و شرک و کارهای بی‌معنی دست نکشن. گفته با یکدیگر چیکار میکردن؟ چنان یعنی که نصیحت ها تهدیدها میکردن. ولا تذرن ودا، اینها ودا، یعوس، یغوث، یعوق، نصر، اینا اساسا نامهای اشخاص صالحی گذشتگانشون بودن که بعدی مردنشون صورتاشون تشکیل کردن. این انشاءالله در کتاب توحید و تفسیر میگذاریم. مهم گفتن که با مبادا ود را ترک نکنید. ود یعنی که یک نام بت است که در قبیله کلب بود، در یعنی که موضع دومت الجندل گفتگی جانده قرار داشته بود، نامش ود. ولا سواع مبادا ترک نکنید، اینم یک نام بت بود که در هذیل گفتگی جا قرار داشتگی بود.
شناندگی بود هیکل. ولا یغوث مبادا ترک نکند، یعنی که اینم یک بود در یک جا به نام مراد. و یعوق را ترک نکنید گفتند، اینم یکی از نامی بود که در همدان گفتگی جا. و نصر را ترک نکنید، اینم یکی از نامی بود که در حمیر گفتگی جا برای آلی ذی کلا. اینها اساساً هی اسماء رجال صالحین، اینا نامهای اشخاص صالح بودن. فهمیدید؟ ومع هذه الدعوة الطويلة يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا تعصبهم وبعدهم عن الحق. بوجود يعني این دعوت طولانی 950 سال، بوجود این 950 سال دعوت، الله سبحانه و تعالی تعصبی ویها را و از حق دور شدنشان خبر داده، روشنی انداخته در کتابش برای ما و شما مؤمن های امروزه که مثال باید احتیاط کنیم از حزب و حزبگرایی. خبر میدهد که و ما آمن معه الا قلیل، با او اندکی از اشخاص ایمان آوردن، یعنی به نوح پیغمبر. سبحان الله، به پیغمبر اندکی از اشخاص چه ایمان آوردن. امروز کی در تاجیکستان ما و شما دعوت واقعی کرده ایستاده است و یعنی که این مدت بینید که 950 مگر یعنی که نوح پیغمبر در دعوت یک خطاگی داشت؟ نه، انامین حزب و حزبگرایی مردم نماند که دعوت او را قبول کنند. خب لتعلموا ضرر الحزبیه، چرا الله خبر داده است که اندکی از ویها، یعنی شماری کم از ویها در این مدتی طولانی ایمان آوردن و بس. این چرا دلالت میکنه؟ بارک الله فیکم، این دلالت میکند که باید شما مسلمان ها دانید ضرر الحزبیه، ضرر حزبگرایی را، و ان الحزبیه قد تؤدي بصاحبها الى اضرار خطیره دینیه و دنیویه. یعنی حزبگرایی صاحبش، یعنی حزبی ها را این حزب برده میرساند به ضررهای خطر آور. یعنی حزبی ها ضررهای سخت میبینند، هم ضرر دینی و هم ضرر دنیوی. دیده ایستادیم بارک الله فیکم، از لحاظ دین بینید هیچ چیز، شرط های نماز نمیدانند، شرط های لا اله الا الله را نمیدانند، بی سوادند. دوسته همون یک داشته باشن، قاری های بی سواد دارند، تمام. و ضررهای دنیویشون هم حد و کنارش نیست. و هکذا نبی الله صالح علیه الصلاة والسلام. اکنون با دیگر پیغمبر انتقال میکنه، از شیخ نقل کردن را میگوید که همچنین پیغمبری الله صالح علیه الصلاة والسلام بینگرید و تاریخ او را، قصه او را بخوانید. یقول الله سبحانه و تعالی عنه و عن قومه. الله سبحانه و تعالی در مورد صالح پیغمبر و قوم او خبر داده ایستاده است در قرآن، در سوره هود در آیت 61 تا 62 میفرماد که و الی ثمود اخاهم صالحا، و ما یعنی به قبیله ثمود برادری خودشان را صالح را فرستانیدیم. در اینجا برادر گفته برادر دینی را نمیگن، خیلی که بعضی مولای تاجیکستان شیعه های بدبخت، رافضی های بدبخت برادر گفتن. وقتی که اون به تنگش آوردن و گفت که الله در قرآن میفرماد که پیغمبر را برادر قوم خودش میگوید، بس اینا را من همین خیلی برادر گفتم. نه، این نیرنگ یهودی است، این یک فریب یهودی است. همون یهودی ها را وقتی که میخواستن که اثبات کنن ناحق بودنشون تاب میدادن این طرف اون طرف. در اینجا مراد از یعنی که به ثمود، به قبیله ثمود، یعنی برادری ویها را صالح را فرستانیدیم، یعنی از قوم ویها. ما از قوم ایران نیستیم بارک الله فیکم. فهمید؟ ما برادر، اینجا وقتی صحبت میره، وقتی که ما در موعظه ما برادرها میگیم، ما برادرای دینی را در نظر داریم. فهمید؟ قال ما فرستانیدیم به قبیله ثمود برادرشان صالح را، گفت یا قومی اعبدوا الله ما لكم من اله غیره
الله را عبادت کنید برای شما جز الله یگان معبودی بر حق نیست. دیدید یکمین دعوتی که کردن دعوت به توحید است. الله را عبادت کنید انا همین خود است، یعنی که توحید است. بارک الله فیکم. هو انشأکم من الارض ای ابتدأ خلقکم من الارض، یعنی او الله ذاتی هست که ابتدای آفرینش شما را از زمین سر کرد. فهمیدید؟ آفرینش شما را در ابتدا از زمین سر کرد و بعد آن یعنی اصل شما را از زمین آفرید، بعد از آن دیگرها را به طریق توالد آفرید. و استعمرکم فیها ای جعلکم ساکنیها، شما را در روی زمین ساکن زمین قرار داد. و اطال اعمارکم فیها، به شما عمر دراز بخشید در روی زمین. فاستغفروه، از الله مغفرت پرسید. ثم توبوا الیه، بعد از آن به الله توبه بکنید. ان ربی قریب، البته پروردگار من نزدیک است به خلق خود، با وجودی در یعنی که بلند بودنش، با وجودی در بالای عرش بودنش. فهمیده؟ بارک الله فیکم. مع یعنی که هو قریب من خلقه مع علوه و کونه بائنا عنه، با وجود یعنی که مثال در بالا بودنی او، با وجود یعنی که از ویها جدا بودنش. فهمیده؟ به خلقش به مردم نزدیک است. مجیب یعنی اجابت کننده است لعباده، نسبتی بندگانش. قالوا، و یا چی گفتن وقتی که صالح پیغمبر برایشون چنین گفت؟ و ها گفتن که قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، گفتن که ما از تو امیدوار بودیم، ما یعنی که از تو امیدوار بودیم، یعنی نرجو ان تكون مقدما فينا مطاعا، ما امیدوار بودیم که تو را یک پیش قدم، یک پیشوا قرار میدهیم و تو را اطاعت میکنیم و برای خاطر یعنی که فکری زیبا داشتنی، فکری درست داشتنی، تو به مدنیت بودنی تو، ما تو را در تمام کارهای ضرور میخواستیم که دایم یعنی که پیش قدم گیریم و راه بر تعیین کنیم. قبل هذا یعنی پیش از این دعوای پیغمبری را کردن. دیده پیش از این که مثال گریم حقیقت میگوید، انا وقتی که شما حقیقت برای این حزبیان گفتید، حزبیان برای شما رو برای خاطر در این یعنی که صفشون داخل کردن چنان مدح و تعریف ها میکنن، اگر شما یعنی که داخل شوید این خیل میشوید، یعنی که وعده های کوه میدهند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اگر ما بود حقیقت گفته با سر می گفتن که با سر می نرنگ همین مردمی گویم قومی صالح پیغمبر که ما امیدوار بودیم و پیش از این یعنی که دعوت و گفته همین خیل کردن میگن. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، نخواد تو ما را منع کنی از عبادتی آن را که پدرهای ما عبادت میکردند. چخیلی که امروز بعضی بیسواد و اهل بدعت میگن که عرف و عادتی پدران ما، از عبادتی پدران ما، نخواد شما ما را منع کنید. و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، واقعا ما در شک هستیم، ما در گمان افتیدیم نسبتی آنچه که تو ما را به او دعوت کرده ایسادی، این کارای کرده ایسادگی تو موجب تهمت است، یعنی که یک ما حق داریم که تو را اتهام کنیم، متهم کنیم، زیرا که تو این دعوت کرده ایسادی مخالف رفتار و یا که عبادت گذشتگانی ما می باشد. اکنون بارک الله فیکم شیخ می فرماید که ما الذی حملهم علی الكفر بالله سبحانه و تعالی، یعنی چی سبب شد که ایشان به الله سبحانه و تعالی در آخر این قوم کافر شدند؟ اینها را کدام کار و چیز برانگیخت که به الله سبحانه و تعالی کافر شدند؟ العصبیت الحزبیه، انا همین عصبیت، انا همین یعنی که حزبگرایی، لما یعبد آباؤهم، حزبگرایی جانبداری کردن چرا که پدراشان عبادت میکرده بود، ولی طریقت آبائهم، انا من حزبگرایی و طرفداری نسبت به همون راه و روش پدرانشان.
دیده بارک الله فیکم راه و روش پدرها را باید که دیده شود. باید بینی که پدری تو، گذشتگانی تو آیا حق هستند، در حق بودن. این حق و ناحق بودن اینها رو به طریق قرآن و احادیث و به پرسیدن اهل علم شود. بارک الله فیکم. کورکورانه از شریعت هیچ چیز نمیداند، میگه که من چی که دادم کرد بابام کرد همون میکنم. همچنین حالا این صحبت درباره یعنی که پدری خودت رفته ایستاده است که اگر مودا یعنی که ندانی که او در حق بودن هست تو هم گمراه شدن ممکن. فما بالکم، بس شما چی میفرمایید انسان ها، این حزبی ها پشت یک انسان میره که پدرشان نیستی، فهمیدید؟ و نمیداند که وای از کجا علم گرفته است و یعنی که سفرهای خارج میکنه از کجا علم گرفته آمده است و حالا اینکه معلوم است برای اندک عقل و فراست می داشتگی و میداند که این حزبی ها خیلی که میگوین از کجا خودشون از پرافکه کرده میبینن، از ایران، فهمیدید؟ نعم. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول دعوته وهو يربي ويؤدب أصحابه على البعد عن هذا المرض الفتاك. برای خاطر همین است که پیغمبر الله صلی الله علیه و آله و سلم از روزی که دعوتش را سر کرد صحابه هاش تربیه کرده، ادب آموزانید که باید که شما دور شوید از این بیماری فتاک یعنی هلاکت آور. از همون روزی تربیه، از روزی که دعوت سر کرد تربیهش درباره چی بود؟ احتیاط کنید مبادا شما با گرفتار بیماری نشوید که این بیماری مهلک است یعنی هلاکت آور است. گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه هاش چنین تربیه کرد. و فی الصحیحین، در هر دو صحیح یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم من حدیث ابی سفیان صخر بن حرب، یعنی از حدیث ابو سفیان که نامی او صخر بن حرب است رضی الله عنه، وقتی که هرقل وی را پرسید، نه ما در صحیح بخاری قرائت هم گذاشته بودیم هرقل، فهمیدید؟ هرقل اساسا نومی پادشاه از پادشاه‌های روم می باشد. این نومی فهمیدید؟ وقتی که هرقل وی را پرسید گفت که ما یأمرکم، به شما وی پیغمبر که شما پشت شکایت آمدید به شما چی امر میفرماید، چی کار کنید میگوید؟ قال، نگاه همون وقتا کافر بود حق میگوید. بارک الله فیکم. اما امروز این حزبی ها مؤمن و مسلمانان دعوای ایمان میکنن، وقتی که یک کس از بیرون میپرسد که فلان داعی و فلان جا آمده است در مسجد شما برآمد کرده است چی گفته است، اینها تاب داده یعنی که چیکار میگن اسکجت کرده، تغییر داده، تهمت ها کرده، خبر میدن که تا نفرت دیگر ها هم زیاد شود. گفته فهمیدید؟ این کافر بینید در زمان خودش گفتیم، در زمان خودش. هرقل میپرسد که به شما چی امر میفرماید؟ قال یقول اعبدوا الله لا تشركوا به شیئا، یعنی این کس یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که الله را عبادت کنید، به او یگان کس و یگان چیز را شریک مقرر نکنید. و اترکوا ما یقول آباؤکم، پدراتون چی میگویند و پرتایید. یأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، به ما امر میفرماید که نماز خوانیم و راستگو باشیم و پاک دامن باشیم و به خویش و تبار رفت و آ کنیم. نگاه کنید بارک الله فیکم. این دعوت چی جای گندگی دارد، چی جای بدی دارد؟ نگاه کنید. شکایتش از همین عبارت بود است. فهمیده بارک الله فیکم؟ خب و حین هاجر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کرد از مکه به مدینه، چیکار کرد؟ اولین کاری را که تشکیل کرد بعد مسجد و بعد شناسایی به مردمی آنجا، آخى النبی صلی الله علیه و آله و سلم بین المهاجرین و الانصار، بین مهاجر و انصاری ها را برادر تشکیل کرد. شما برادر یکدیگر هستید گفته، عملا نشانشون داد. فهمیدید؟ انا همین در تاجیکستان ما هست محل گرایی،
مسچایی، عینگی، پنجکینتی بود درونی مسچو خودش این و آن. فهمیده؟ برای خاطر اینکه اینها از تاریخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقعا خبردار نیستن. اگر اینها از تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خبردار می بودن، مسلمان های تاجیکستان و مسلمان های جهان به این کشور با آن کشور تقسیم نمی کردن، به محله و به قبیله جدا نمی کردن، برادر می گفتن. فهمیدید؟ چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بین مهاجر و انصاری ها را برادر تشکیل کرد؟ الغاء لهذه العصبیه، برای خاطر لغو کردنی، برای خاطر ریشه‌کن کردنی این عصبیت. فهمیدید؟ محلگرایی نشود گفته. حتی لا یقول المهاجرون یا للمهاجرین، تا اینکه شخص مهاجر ندا کرده فقط نگوید که ای مهاجرهای من، نگوید. ولا یقول الانصاری یا للانصار، یا که ای انصاری های من، نگوید. ولما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال بعض المهاجرين يا للمهاجرين وقال بعض الانصار يا للانصار. نگاه کنید، کسع یعنی که در پس یک کس به شپلاق زدن میگوین، به دست لط کردن میگویند، که پشت یک کس یک شته زدن میگویند. وقتی که یک قصه، اینجا قصه خیلی عجیب است، وقتی که یک مرد مهاجر در مدینه ایستاده یک مرد را از انصاری ها را از پسش یک شته زد، فقال بعض المهاجرین، بعض مهاجرها چی گفتن؟ آواز برآورده گفتن یا للمهاجرین، ای مهاجران نگاه کنید چی شده ایستاده است. و قال بعض الانصار، بعض انصاری گفتن ای انصاری ها نگاه کنید چی شده ایستاده است. فغضب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ذلك، پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم از این حادثه غمگین شد، در غضب آمد. و قال، گفت ابی دعوى الجاهلیه و انا بین اظهرکم دعوها انها منتنه. شما امروز با دعوای جاهلیت، عرف و عادت جاهلیت، یعنی تا اسلام بودگی کار و یعنی که خصلت‌ها رو بازنده کردید، حالا که من در پیش شما هستم حال مردگی نیستم. دعوها، پرتوید این کاره، یعنی این دعوا کردن ای مهاجرها ای انصاری ها، گفته این کار پرتید. دعوها انها منتنه، این خیلی بوی ناخوش دارد، بوی بد دارد، بوی خبیث دارد. گفتن منتنه، گفته ای الرائحة الكريهة. فهمیده؟ بارک الله فیکم. فهذه العصبية الحزبية منتنه. واقعا انا من عصبگرایی، محلگرایی، حزبگرایی این چیز بویناک است. ولقد فاح نتنها و ضررها على المسلمین، امروز بوی این و ضرر این حزبگرایی بالای مسلمان ها را فرا گرفته است و این بو آلوده است. امام مسجد است بارک الله فیکم، جانبدار حزب است و حزبی است. نه بس چرا حزبی نشدی؟ میگوید که آخر ما امام ها را ممکن نیست حزبی. برای چی باید درویگی میکنی؟ بس چرا درویگی میکنی؟ یا حزبی شم یا که امامی صادق شم. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. انا و تفشى ضررها على المسلمین، ضرر حزبگرایی پهن شده است، فاش شده است به سر مسلمان ها. یعنی از این بو مسلمان ها گرفتارند. والله بارک الله فیکم، در دین میبینید بعضی این حزبی ها را چنان نقصان ها دارند، چنان کمبودی ها دارند، فهمیدید؟ حیفتون می آید. از دنیا هم میبینید که غیر از امو رهبرای دستش، فهمیدید؟ اما دیگه دمروکا بیچاره ها مسکینن، از جهت دینن خراب، از جهت دیندار خرابن، از جهت دنیا هم خرابن بیچاره ها. با میبینید که غمی فلسطین نمیخورن، با میبینید که غمی افغانستان نمیخورن. فهمیدید؟ همین بیسوادی. بارک الله فیکم، همین این بیسوادی است.
و نحن ما نصرخ منها الا لمرضها الدینی و الدنیوی. شیخ میفرماد که همه فریاد ما پشت این دین، پشت یعنی که دینداری اینها، از پشت حزبگرایی اینها فقط به خاطر چی است؟ به خاطر آن است که به خاطر ضرر دینی آوردنشان و ضرر دنیوی آوردنشان، به خاطر یعنی ضرر مادی و معنوی آوردنشان. اینها در یعنی که مادی مردم و در معنوی مردم ضرر می آورند این حزب ها. فانه مرض فتاک. حزب و حزبگرایی این یک بیماری هلاکت آور است. کار میکند که پگه یعنی که خون یک دیگر ما اگر این نگاه نداریم حلال میدانیم. خب فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كانت بين الأوس والخزرج دماء خطب يوم عرفة. پیغمبر الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بین قبیله اوس و خزرج، این دو قبیله خیلی همکلان بین عرب ها، دایم بین یکدیگر خونریزی داشتند. فهمیدید؟ در روز عرفه خطبه خواند در مورد اهمین آشتی کنانیدن یعنی که بین اوس و خزرج و کینه و بدبینی را در بین اینها تازه کردن. خطبه را در روز عرفه گذرانید و قال گفت کل دماء الجاهلیت تحت قدمی هذا. از همین روز اعتباراً تمام خونهایی که در دوران جاهلیت ریخته شد در زیر پای من هستند. یعنی تمام همشه پایمال کرده. من آمدم ویها درباره ویها دیگه هیچ کس فکرم نکند که فلانه پدر من کش، فلانه این خیل کرد. فالغى تلك الدماء التي كانت في الجاهلیه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام این خونها را لغو کرد، یعنی حسابشان نکرد که در دوران جاهلیت ریخته شدگی بودن. چرا؟ الغاء و اهدارا لما يتوقع من العصبیه، برای خاطر پایمال کردن و نیست کردن مبادا از پشت این خونها یگان محلگرایی و یگان یعنی که عصبیت پیدا نشود. گفته حتی لا یأتی انسان فی الاسلام فیقول فلان قتل جدی فی الجاهلیه. تا اینکه امروز شخص مسلمان شده در اسلام آمده مبادا نگوید که فلانه بابای مرا در دوران جاهلیت به قتل رسانید. گفته فیجد فی نفسه علیه، نباید که در ضمیر او، در دل او، در قلب او، در نفس او یگان چیز به مقابل او چی داشته باشد. فالغاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لغو کرد، اینها را نیست کرد. برای چی اینها را نیست کرد؟ حفاظا علی سلامت القلوب، برای خاطر محافظت نگه داشتن قلب های سالم، برای خاطر یعنی که قلب ها سالم مانند، به قلب ها یعنی این درد و این بیماری هلاکت آور داخل نشود. گفته و الغاء لما یثیر الشحناء والبغضاء، و
الشحناء و البغضاء و برای خاطر لغو کردن و بیکار کردن آن چیزهایی که برمی انگیزد در قلب و در رفتار و در اخلاق مردم، یعنی الشحناء عداوت را و بدبینی را، کما هو شأن الحزبیت العصبیه. و چه خیلی که این امروز واقعا دیده می شود، یعنی که شأن و حال و رفتار حزبی های محلگرا انا خیلی است، قلبشان بدبینی و نفرت و بین کسانی که در حزبشان نیست همه خیلی است. و ما دیدیم بارک الله فیکم حتی چند سال خدمت حزب میکند، اگر ما با حقیقت دانسته الله هدایتش بخشد از حزب برایم، با جای اون که اومده پرسیدن که خب شما چی کم و کم بودی دیدید که ما هم خود ما را اصلاح کنیم، چیکار میکنن؟ اینها میگن که این در دوری همون در حزب بودن است، همه خیلی خصلت‌های بد داشت گفته و رو تنقیدش میدن. فهمیدید اینا حقیقت جو نیستن. بارک الله فیکم. ان شاء الله بعد از آن یعنی امروز کفایت میکند، درس ما قدر کفایت میکند، بعد یعنی که درس آینده دوام میدیم اونجا که قومی پیغمبری الله شعیب خیلی یعنی که حزب گرایی کردن ویشه درس آینده میگذاریم. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.